کوک تار دو، فا، سیم هنگام، سول و سیم بم دو. سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونه کوک شده. در این کوک ما به سیم اول که همواره همیشه دو هستش، نوتای فا، سول و دو رو داریم. این کوک همون نوتایی رو داره که کوک دو، سول، دو، فا داشت و در موردش توضیح دادیم. بنابراین تمام مقام هایی که در همون کوک نواخته میشد در این کوک هم قابلیت اجرا داره، ولی طبیعتاً صدادهی کمی متفاوت هست. شور سول با گرفتن پرده در اصل لای سابق اون در سیم زرد میتونه شکل بگیره. به نوعی همون انگشت گذاری که ما در شور لا میکردیم در سیم زرد میتونه شور سول رو ایجاد کنه. سول، لا کرون، سی بمول، دو، ره یا گاهی ره کرون، می بمول، فا، سول و در منطقه حسینی لا بمول هم داریم و در قسمت اوزال باز لا کرون میشه دو. شور دو هم قابلیت اجرا داره. مثلا از دو، ره کرون، می بمول، فا، سول یا سول کرون، لا بمول، سی بمول، دو در منطقه حسینی، ره بمول رو هم میتونیم استفاده بکنیم و در اوزالش ره کرون میشه، میریم به سمت فا. شور ره هم در این کوک خوش صداست. ره، می کرون، فا، سول، لا گاهی لا کرون، سی بمول، دو، ره، می بمول و درآمد خارای این شور رو میتونیم در سیم زرد با استفاده از سی کرون و لا بنوازیم. شور لا هم قابلیت اجرا در این کوک داره. با استفاده از لا، سی کرون، دو، ره، می، گاهی می کرون، فا، سول و بعد لا، سی بمول که در قسمت اوزال دوباره سی کرون میشه، میره به سمت ره. از افشاری‌هایی که در این کوک زیبا میشه افشاری سول هست که در شور ره واقع شده. ره، می، کرون، فا، سول، لا هم که کرونه، گاهی بکار میشه، عراقش رو دو میفته، سی کرون میشه و برگشت از دوباره سی بمول میشه.
همچنین افشاری دو در شور سول که ما در اصل سول دو داریم، ری گاهی کرون میشه کار میشه و می بمول فا بکاره. همچنین افشاری ر که در شور لا هست با سی کرون، دو می کرون می بکار، فا و سول هم قابلیت اجرا داره. سیم زردم قشنگ میشه. افشاری فا که در شور دو هست اون هم زیباست با دو کرون فا، سول و سول کرون، لا بمول و سی بمول. از ابعادهای ر کرون که در شور دو هست با پرده دو ر کرون فا و سول لا بمول سی بمول قابلیت اجرای خوبی داره در این کوش. همچنین ابعادهای لا کرون که در شور سول هست، دو ری می بمول فا. ابعادهای می کرون هم که در شور ر هست با پرده می کرون فا سول لا سی بمول دو قابلیت اجرا داره در این کوک. از دشتی سول در شور دو قرار داره با پرده دو ری کرون فا سول گاهی سول کرون. گاهی لا کرون هم میشه. همچنین به کرد سول به همیشه قابل اجراست. دشتی لا که در شور ر قرار گرفته هم پای صدا میشه. ری می کرون فا سول لا گاهی لا کرون سی بمول دو و ری که گاهی سی کرون میشه. دشتی ر باز به این کوک خیلی خوب میشینه. در شور سول لا کرون سی بمول دو ری گاهی ری کرون می بمول فا و سول که می کرون هم داریم. و همچنین کردیبیات ر. همچنین دشته می باز قشنگ میشه مثلا در سیم زرد در شور لا باشه سی کنون ر می گاهی می کنون فا سول
بزنیم. از برای ترکا، برای ترک دو میتونه قشنگ باشه. که در شروع لا هست، لا سی کرون دو ره می فا سول لا، که مثلا سیستم زردش خیلی قشنگ خواهد بود. اینطور که می بمول هم این کوک قشنگ هست، در شور دو قرار گرفته. که ما دو ره کرون می بمول فا سول لا بمول سی بمول دو داریم. و اینطور که فا هم که در شروع ره هست، با این فا هماهنگی و هارمونی خوبی برقرار میکنه و قابل اجراست. ره می کرون فا سول لا سی بمول دو ره دو سی لا سول فا می کرون فا. همچنین برای طور که سی بمول در شروع سول سول لا کرون سی بمول دو ره می بمول فا سول. از نواها نوای فا خیلی خوش صداست با پرده های دو ره می بمول فا سول لا بمول سی بمول دو. نوای سول هم قشنگ میشه. ره می کرون فا سول لا سی بمول دو ره. نوای دو هم با پرده های سول لا کرون سی بمول دو، مثلا در سیم زرد خیلی خوش صداست. از ره بمول فا و سول. نوای ره هم خوب میشه در این کوک. لا سی کرون دو ره می برجم فا و سول. دستگاه سگاه لا کرون قشنگ میشه در کوک. پرده های شور سول سول لا کرون سی بمول دو ره کرون می بمول در مخالف می کرون فا سول و لا بمول. سگاه میکرون هم با پرده‌های شور قشنگ میشه در این کوک. ره میکرون فا سول لا کرون، بعدش سی بمول که در مخالف سی کرون میشه و دور داریم. میام که بمولیم پایین.
سگاه رکورون هم با هم پرده‌های شور، دو رکورون می بمول، فا سول کرون لا بمول که در مخالف لا کرون میشه و سی بمول و دو ری بمول رو داریم. از همایون سول لا کرون با پرده های سول لا کرون سی بکار دو بعدش هم که ری می بمول فا که باید اسفانش روی دو میفته. همایون میکرون هم با پرده های ری میکرون فا دی سول لا سی بمول دو میتونه قشنگ باشه. چون این فا با فا دیز هماهنگی نداره ممکنه خیلی اسم زردمون نتونیم استفاده کنیم، اما در همایون ری کرون میتونیم این اتفاق رو داشته باشیم. مردای دو ری کرون می بکار فا سول لا بمول سی بمول. که اسمانش هم میفته به فا. چهارگاه دو خوب هست برای این کوک. سول کرون سی بکار دو بعدش هم که کرون بکار فا. چهارگاه ره هم خوش صداست که ما در از داریم لا سی کرون دو دیز ره می کرون فا دی سول. چهارگاه فا هم خوب میشه با استفاده از دو ری کرون می بکار فا بعدش هم که سول کرون لا بکار و سی بمول. چهارگاه سول هم قشنگه. ری می کرون فا دی سول لا کرون سی بکار دو. ماهور و راست پنجگاه، ماهور فا خب راست پنجگاه فا باز تو این کوک قابل جاز. ماهور فا با داشتن سی بمول. راست پنجگاه و ماهور دو هم سیم زرد قشنگ میشه.
میشناسیم. اما یه هارمونی خوبی داره. همچنین ماهور می بمول با داشتن سی بمول و می بمول و لا بمول. همچنین ماهور سل هم که درش فا دیز داریم میتونه زیبا باشه.